الحمید. وقتی که اهلیت خلافت داره چی حق داره؟ حق ازی را داره وقتی که احکام الله را در زمین نافذ میکنه. ای ملائک شما در خدمت ازی قرار داشته باشید. حق داره سری شما ملائک در خدمت اینمی آدم علیه السلام قرار داشته باشه. ملائک در خدمت ما و شما هست یا نیست؟ الله اکبر. الله ملائک مقرر کرده که ما تو را نگاه میکنه از اینکه در یک امر مکروه واقع شد. گشتم نیش خدا نمیزنه تا وقتی که فرمانی کی نشوه؟ الله. ملائک نمیمانه که بری تو نیش بزن. یاد داشته باش الله ملائک مقرر کرده. تو آدم امی قدر حیثیت داری. بی که مسجود ملائک تو گشته ای، تو انسان هستی، ولی چرا مرتبه تا نعوذ بالله میاری پایین که حتی از حیوان کدم چی میشی؟ در درجه پایین میرسونی. خدا چرا اینطور میکنی؟ اونجا بیان اهلیت بود، اینجا بیان حقوق. یک نفی علم غیب در ما قبل نفی علم غیب از ملائکه شد، در اینجا از نفی علم غیب از کیست؟ آدم علیه السلام. آدم علیه السلام علم غیب نداره. الله برش گفت از این درخت نخو، نمیفهمه که انجام و عاقبت درخت چی میشه. از این خاطر آدم علیه السلام تناول میکنه. انبیاء علیهم السلام علم غیب پیدا کرد، ملائک پیدا کرد، جنیات پیدا کرد. شیطان میفهمید که این دینمی سرنوشت دوچار میشم. اگر میفهمید اینطور نمیکرد یک سجده کردن چی گپ بود سرش؟ همیدیستی انجام میدید میداد، به خاطر که چیستا مکمل از رحمت الله مردود میشه. هیچ وقتی کار نمیکرد. معلوم شد نه جنیات نه ملائک نه انسان ها هیچ کس علم غیبه. علم غیب خاصه کی بود؟ پس مستحق عبادت کی هست؟ الله تبارک و تعالی. در اینجا درسای دیگه است. سجده کرد الله امر. چرا سجده به آدم میکنه؟ مفسرین دو نظر داره. ایلام به معنای الاست، اینطور معنا میکنه و اذ قلنا در آن وقتی که ما گفتیم للملائکه برای ملائک اسجدوا سجده کنید، سجده شرعی، همین سجده که ما در نماز میکنیم، این همین رقم سجده، نهادن پیشانی در زمین. لآدم لام به معنای الاس، الا آدم طرف آدم علیه السلام. سجده برای الله بود. خب قبله کی گشته بود؟ آدم علیه السلام. جهت آدم علیه السلام بود. سجده برای الله بود. لام به معنای الاس. فسجدوا الا ابلیس، سجده کردن مگر ابلیس نکرد. یک ترجمه. دوم ترجمه و اذ قلنا للملائکه قابل یادآوری است در آن وقتی که گفتیم برای ملائک اسجدوا سجده کنی. مراد از سجده این قیاد است، تابعداری است. تابعداری کنی لآدم برای آدم علیه السلام. فسجدوا سجده کردن الا ابلیس، تابعداری کردن ملائک مگر ابلیس تابعداری نکرد. نه اینطور معناها را میکنه. خود در اینجا اگر مراد از سجده انقیاد بگیریم هیچ کدام سوال و اعتراض واقع نمیشه. تابعداری کنه آدم علیه السلام در فرمانی که براتان میده تابعداری کنی. خلاص. مثل که الله ما را امر کرده که با پیغمبر چی کنی؟ تابعداری کنی. خلاص. سوال موال نمیشه. اگر مراد از لام به معنای اله باشه سجده عیناً سجده عبادت باشه، باز سوال و جواب نیست، اعتراض نیست. چرا؟ سجده برای الله میشه. خود قبله کی قرار گرفته؟ آدم علیه السلام. اما در صورتی که سجده نهادن پیشانی در روی زمین، سجده این رقم سجده باشه، در این صورت باز اشکال وارد میشه که چطور سجده برای آدم علیه السلام جایز شود. جواب است که سجده دو قسم است. یکی سجده عبادت است، یکی سجده تحیه یا سلام دادن است. سجده عبادت در هیچ شریعت بغیر از الله به کسی دیگری روا و جایز. چرا که الله هر پیغمبر که روان کرده ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله وجد. هر پیغمبر ان اعبدوا الله گفته. عبادت یک الله تبارک و تعالی را بکنه. هیچگاه پیغمبر دعوت نداده کسی را که سجده به غیر الله شود. قطعا نه. سجده به غیر الله شرک است، نادرست است. خیر چرا اینجا سجده الله به آدم علیه السلام میکنه؟ این سجده سلام است. سجده چی هست؟ تحیه. سجده که قطع آدم روبرو میشه، به جای سلام دادن در او زمان چی بوده؟ سجده بود. برادرای یوسف علیه السلام هم چی کردن؟ بگوید برای یوسف علیه السلام سجده کردن. سجده تحیه یا سجده که قائم مقام سلام بود در او امتا جایز بود. در زمان یوسف علیه السلام هم جایز بود، در زمان آدم علیه السلام هم جایز بود. خیر تنها در شریعت پیغمبر علیه السلام امی سجده تحیه هم چی است؟ حرام است. معلوم شد که سجده عبادت در هر زمان حرام. سجده تحیه غیر از شریعت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم در دیگه شریعت ها چی بود؟ جایز. چرا در شریعت پیغمبر علیه السلام ناجایز است؟ در زمان سابق هر پیغمبر که کدام دعوت میداد
بعد از او که امی پیغمبر وفات میکرد در بین مردم که کدام بدی ها پیدا میشد، خلل و نقصان پیدا میشد، الله پیغمبر دیگر را روان میکرد، همون نقصانات چی میکرد؟ رفع میکرد، از بین میبرد. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبر است. چی است؟ دیگه پیغمبر نمیاد. اگر در امت ازی خلل پیدا شود، دیگه پیغمبر آمدنی نیست که خلل چی کنه؟ از بین ببره. از همون خاطر شریعت پیغمبر طوری آمده که اصل گناه ممنوع است. هر چیزی که ذریعه برای گناه است او هم ممنوع قرار داده شده که حتی یک انسان در گناه واقع نشود. و این مسئله را به نام سد الذرایع میگه. قانون بزرگ در فقه ماست. در فقه ما اینمی قانون بزرگ است، قانون سد ذرایع. یک شی خودش ناروا نیست، لیکن ذریعه میشه برای ناروا، از او خاطر نارواست. فروختن انگور بالای کسی ناروا نیست. میوه است میفروشی سر کسی، لیکن کس کی کدام نفر است؟ شراب جور کرده رایسته، آلی نارواست. چرا؟ ذریعه برای چی میشه؟ یک قاعده عمومی است. این قاعده آنقدر فایده‌مند است در زندگی انسان که پرسان نکو. مردم ها آلی فایده خیلی زیاد دیده یا ندیده؟ خب قطعی کی کمک میکنه؟ قطعی او لشکرای کفار کمک میکنه که مسلمان از بین میبره. قطعی او لشکرها کمک میکنه که مسلمان از بین میبره. عمل کرد تجارتی تو یا کاری تو یا اجاره تو یا ساختمانی تو، این گپا خودش ناروا نیست، لیکن وقتی که بالفعل کاری تو کمک به امرای کافری است که مسلمان از بین میبره، تو قطع شریک هستی. ذریعه برای از بین بردن مسلمان جور شده. این قانون است. حاجت به فتوا طلب کردن نیست از ملاها که ما این فلان رواست یا نارواست. خود ما درک کرده میتونیم. خود ما کالای پنجابی نازکه که تو وارد میکنی، تاجر صاحب. تصویرایی که تو وارد میکنی از چین، تاجر صاحب. صحیح است، این تجارت خرید و فروش ناروا نیست، لیکن این سبب ناروا میشه، از او خاطر تو در این گناه شریک هستی، وسیله شدی، ذریعه شدی. در دین ما اینمی طور ذریعه ها مکمل حرام شده. چرا؟ تصویر خودش هیچ کدام گپی نیست. یا کسی تصویر جور میکنه، چی گپ است؟ لیکن ذریعه میشه برای چی؟ شرک میشه. ذریعه برای تعظیم میشه. امیالی شده یا نشده؟ کسی مرد باشه یک عکسی کرزه حساب یک جای کسی پاره کنه که چطور چی حال میبینه، چند سال قیدش میبره، چقدر لط میخوره. یک عکس دیگه مردمایی که در رأس قرار داره و قابل تعظیم شمرده میشه، پرستش چی نمیگه؟ شما بگید. آری خو یک عکس است، ورق است، تنها تصویر توجاست. اگر اون کنده شود چی گپی است؟ هیچ گپی نیست، لیکن تعظیم میشه یا نمیشه؟ امی پاره شدن عکس مردم تو را لط میکنه. لط چطور لط میکنه؟ یک شاگردی ما امی ترجمه قرآن کریم اشتهارش بود، در کدام جای در سر یک عکس آمده بود یک شینگش، بیچاره راسکرا یک رقم لط کرده بود که پرسان نکن، در حالی که در سر تصویر اشتهار ترجمه قرآن کریم آمده بود. اشتهار چی؟ ترجمه قرآن کریم آمده بود. پرستش چی نمیگه؟ امروز اضافه شد عکسای کلان که در شهر بند میشه گذاشته شد، آلی در چوکای ما مجسمه انسان ها ساخته میشه. این مملکت اسلامی است؟ این مملکت تو اسلام میگی؟ اسلام چی را میگه؟ من خواهمی درد میگم که علی رضی الله عنه بالحجاج اسدی را مأمور میسازه، موظف میسازه که من به اون وظیفه تو را مأمور میسازم که مرا پیغمبری الله مأمور ساخته بود که قبر نمانی که از یک بلس بالا باشه کلیش چپک، مجسمه را میده کو. و امروز در وطن تو پس مجسمه سازی شروع شد. یک قوم از کلان خود، او از قماندان خود، او از رهبری خود، بس دیگه پرستش چی نمیگه؟ شما بگوید، راستی تا نبگوید. الله برشان محبوب است، پیغمبر برشان محبوب است یا عکس؟ پیغمبر خو میگه که عکس لعنت است، مصورین سختترین عذاب در روز قیامت سرشان. و در کدام خانه که تصویر باشه ملک رحمت در او خانه داخل. تو مسلمان هستی، به گپی پیغمبر یقین داری؟ تصدیق میکنی یا نمیکنی؟ وقتی که در خانه تو ملک رحمت داخل نشود، او خانه کدام خانه شد؟ بگوی شما. خانه غضب شد، خانه مصیبت شد.
بگو خودت ایره تحلیل کو، خودت قضاوت بکو. نکنی. در دین هر آن چیزی که وسیله برای گناه میشه منع قرار داده شده. اینی طور سجده ها، سجده تعظیمی، امروز تعظیم بود، باز آینده چی میشد؟ سجده عبادت جور میشد. سجده چی جور میشد؟ قوم نوح علیه السلام اول که در بت پرستی مبتلا شد، اول حالتش چی بود؟ بگوی تصویرای امو اولیا را ساخته بودن بزرگای دینه که وا زیاد عبادت میکردن. یک قرن بعد شیطان برشان آمد که اینی او را به خاطر ازی ساخته بودن که یارا ما ببینیم عبادت در یادی ما بیا، ما هم شروع در عبادت کنیم. یک قرن که تیر شد، شیطان به باقی ماندای نسل جدید گفت پدرایتان چی میکرد؟ تعظیمی از یارا میکرد. باز اینطور نگفت که عبادتی از یارا میکرد. این قرن که تیر شد، سیوم قرن که آمد گفت پدرت اینمی معبود است، اینمی الله است. نعوذ بالله. بخاری شریفی چی را نقل میکنه برام؟ خب سرحدش تا اونجا میرسه. صد و ذریعه بود. سجده کردن قطعا حرام است در شریعت ما، ولو که سجده تعظیمی باشه. چرا؟ مفضی به سوی چی میشه؟ بگه سجده عبادتی میشه و این شرک است. این حالی فیصله در دست شماست. امروز اگر ملای ماست، اگر حاکم و پاچای ماست، اگر پیر و فقیری ماست، اگر صاحب زاده و گلزاده ماست، این مردم که خم میکنه خود در دستایش در چشمای خود میماله و در پایش خود میپرته، این سجده است یا نیست؟ ها؟ این حرام است یا نه که جایز است؟ خیر چرا میکنه؟ خودم نماینده دین میگیره. کلپا وجود داره، خوب ببینه صحنه ها را، همین صحنه ها را خوب تحلیل بکنه که واقعا مردم دین داره یا مردم بیدین شده. نعوذ بالله. یک مجمعه بزرگ در چترال است، یکی از جمله آقا خانی ها در اونجا نشسته است. مردم به نوبت میاد، قدم میزنه، سجده میکنه، پس بالا میشه. تصویرش قطعا وجود داره است. پیر صاحب است، مردم استاد است، کامل و مکمل است و اینطور است و اینطور است. پیغمبرم کمک کرده در فلان جای. ناتخوانی است، ناتخوانی است، ذکر میکر وجود نداره. اما مردم میآید سجده میکنه و پس که هم میخیزه او طرف رباس خدا بندازه در بین مردم. کدام دین است؟ بعد زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینطور عبادت همینطور بود، ذکر الله همینطور بود. شرافت انسان چقدر زیاد است، عزت انسان چقدر زیاد است. من این حالی بگیرم در بین شما، نعوذ بالله، لنگی مو طرف قلاشه و خودم در بینتان لنگ و لاش بیفتم، این عزت است یا این بی عزتی است؟ عبادت کدام عبادت معتبر است که آدم عزت بده یا بی عزت بسازه؟ کدام ذکر معتبر است؟ ذکر که انسان عزت بده، شرافت بده. دنیای کفر که انتقاد سر ما داره، خوی نمیتور صحنه ها را میبینه میگه اسلام همیست. اگر اسلامی باشه چی؟ چرا خود بی عزت بسازیم؟ یک شخصی عاجزه، برو دستایش سجده کده، برو او را حاجت روان بدان و مشکل کشان قیوم زمانم بگو برش که کل زمانه را تدبیرش او میکنه. این کدام دین است؟ در دین اسلام شریعت پیغمبر علیه السلام ذرایع هم بند شد به خاطر که مردم در گناه واقع نشود. ذریعه هم بند شد سر ما، نکنیم همی کارا را. خب الله تبارک و تعالی این منزلت و مقام به آدم علیه السلام داد. ملائکه امر کرد. قرآن چی میگه؟ فسجدوا، سجده کردن ملائکه کلشان، الا ابلیس، بجز از شیطان، ابا، خود انکار کرده سجده کردن و استکبر، خود کلان تراشید. قرآن برات میگه منبع یا سرچشمه تمام بدبختی ها چیست؟ بگه تکبر است. اصلا حسد است. حسد کرد که چرا این مقام و منزلت الله به کی داده و بعد از او خود کلان تراشید. خود کلان تراشیدن چی شد؟ باعث ازی شد که امر و فرمان الله را هم بگه نپذیره. او نموسته که الله تبارک و تعالی از رحمت خود ایلا محروم کرد. درس داده شد حسد نکنیم. چرا حسد نکنیم؟ کدام مقام و منزلت و مرتبه را که الله به کسی داده تقسیمات کیست؟ تقسیمات کیست؟ دو قسم کمالات داریم. یکی کمالاتی که الله داده، یکی کمالات کسبی است. یک آدم خود دکتر میسازه، تو برو کوشش کن دکتر شو. در اینجا تو باید مسابقه بکنی، مسابقه سالم، رقابت سالم. او تلاش میکنم تو تلاش بکن، اول نمره است، تو اول نمره کو، خدا زحمت بکش. یکی تقسیمات الله است. یکی را مرد پیدا کرده دیگره، یکی را دکتر استعدادش داد دیگره
انجینری و دهقانی. اینجا تو حسد باید نکنی. چرا این حسد نکو؟ حسد باعث ازی میشه که تو نعوذ بالله در مقابل از او عقده بگیری، خدا کلان میتراشی، او را حقیر میدانی، آلی آماده نیستی که حق از او را بپردازی. امروز که کل مردم که حقی کسی را نمیپردازه، چرا نمیپردازه؟ خدا چی میدانه؟ کلان میدانه. مستحق نمیدانه که من حق امیر را بپردازم. قماندانای ما که در این مرتبه قرار داره، چرا قرار داره؟ شما خبر داری؟ زمین تو را گرفته غصب کرده بری تو نمیده، چرا؟ خدا کلان میتراشه تو را، بگه ناچیز میتراشه. و این عامل بدبختی هاست. ابلیس که در بدر شد با می خاطر کلان تراشی نکنی. و استکبره، این کلان نبود، خدا چی کرد؟ کلان تراشید. و کان من الکافرین، بود در علم الله تبارک و تعالی از جمله کفار، با وصفی که به رنگ و قیافه ملائک خدا جور کرده بود، خو لیکن در علم الله از جمله چی بود؟ چرا الله خود شناخته بود که از جمله کفار بود. در این صورت معلوم شد که برنگ و جامعه ملائک بوده، لباس ملائک بوده، امیر رقم و خدا ساخته بود. الله تبارک و تعالی برای امتحان، برای یک حکمت، گاهی اینطور شیطان ولی ابلیس و لعین و فاسق هم در بین مردمای نیک چی میده؟ جای میده. از همون خاطر است که آدم فکر نکنه که بله هر کس که در این جماعت و دل بود حتما و چیسته؟ پاک است. نه، امتحان شوه بعد از او تفکیک میشه که بله این آدم واقعا و آدم است یا نیست. یک موضوع. کانه به معنای ساره است و کانه ساره گردید من الکافرین، از جمله کفار. اول کافر نبود، مؤمن بود، خب عقیده داشت، عبادتا میکرد، خب لیکن زمانی که فرمان الله رسید در مقابل فرمان الله چی کرد؟ تکبر کرد. نه سجده کردن کفر نیست، نه قبول کردن امر الله چیست؟ کفر است که امر الله را قبول نکرد، از او خاطر کافر شد. در اینجا این کافر گشت. در مورد شیطان بسیار قصه های اسرائیلی میشه که شیطان علمش چی بود؟ چرا در 5 کتاب شریف آمده که چی هسته؟ 5 کتاب شریف چی دور گفته؟ تکبر عزازیل را خوار کردو. ما چون دیگه شه اونجا گفته که علم خیلی زیاد داشت، معلم ملائکه بود. معلم چی بوده؟ نه، این گپ نادرست است. نه معلم ملائکه بود، نه علم زیاد داشت، بلکه در جمع ملائکه بوده، لیکن الله تبارک و تعالی ای را رسوا نکرده بود در اونجا. چرا؟ به مو رنگ و به مو قیافه در اونجا زندگی میکرد. او مؤمن بوده در یک روایتونه. و کان گشت آلی من الکافرین، از جمله کسانی که انکار کرد از فرمانی کی؟ الله تبارک و تعالی. قرآن کریم درس داد. اینجا ابلیس قیاس کرد. چی کرد بگه؟ او این قیاسی است که در مقابل نص است. قیاس در مقابل نص باطل است یا درست است؟ در مقابل نص قیاس باطل است. از همون خاطر اولین قیاسی که در مقابل نص کرده، قیاسی فاسد کرده کیست؟ شیطان. ابلیس لعین است. از اون خاطر هر طایفه که در مقابل نصوص قرآن و حدیث قیاس کرده تباه و برباد شده، قطعا قابل قبول نیست. دوم، قیاس خو یکی مقابل نص بود، دوم قیاسش صحیح بود یا غلط بود؟ چرا؟ ای خو گفت که خلقته چیسته؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از آتش پیدا کرده ای و ای را از گل. او آتش بهتر است از چی کرده؟ گل کرده. لیکن این قیاس فاسد است، غلط است. چرا؟ به خاطری که گل فواید خیلی زیاد داره از چی کرده؟ آتش هر چیز میسوزن، از بین میبره، جدا میکنه، تنها یک گرمی و چیسته داره، خیر و خلاص. اما خاک بگوی مرکز تمام فایده هاست. اگر کسی میخواه که فایده های خاک ببینه، در یک باغ زیبای داخل شود که به هزاران نوع گل ببینه و به هزاران نوع میوه را ببینه، بعد از او بدانه که خاک بهتر است یا آتش بهتر است. قیاسش غلط شد. باز علی خیر است، امی آتش خیلی خوب از کی کده؟ از گل. قاعده ایست که بالا بودن یا فوق بودن اصل دلالت بالا بودن فرع نمیکنه. اصلی اگرم بالاست فرعشان بالا نمی باشه. اصل نادرست باشه فرع هم نادرست این نمیشه. ابراهیم علیه السلام پدرش چیست؟ بت تراش است. خودش چیست؟ پیغمبر است. نوح علیه السلام خود پیغمبر است، لیکن بچه‌ش چیست؟ ما کافر است. اگر مسئله اصل و فرع باشه، اگر اصل خوب بود فرع هم خوب، نه، این قاعده حتمی است؟ قطعا نیست.
ما دیدیم پدر آنقدر بد آدم است که پرسان نکن، اما بچه پیدا میشه که خوی و خاصیت چی را داره؟ بیخی ملکه داره. الله تبارک و تعالی انقلاب در انسان ها آورده میتونه. چرا استدلال غلطه از اونجا گرفتی که اصل آتش بهتر است از چی کده؟ خاک. پس کسی که پیدا از خاک شده او از ما کده چیز حقیر است. ما از چی پیدا شده؟ آتش. این قیاس ها را انسان باید نکنه. واقعیت ببینه، به واقعیت تسلیم شود. او این واقعیت نادیده گرفت. واقعیت چی بود؟ علم از کی بود؟ از آدم علیه السلام. حتی ملائکه هم در مقابل آدم علیه السلام بگه در مرتبه پایین قرار گرفتن. پس از او خاطر ابلیس باید این واقعیت تسلیم میکرد، لیکن این واقعیت تسلیم نکرد، به سرنوشتش در اونجا رسید. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. این دیگه نعمت الله تبارک و تعالی است. چهارم نعمت آدم علیه السلام، الله میگه ما گفتیم ای آدم علیه السلام اسکن، سکونت کو انت تو و زوجک همسری تو الجنه، در جنت، و کلا بخوری منها از زمین جنت رغدن به خوشگواری به فراخی، حیث شئتم از هر جایی که شما میخواهی، ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک نشوید این درخت، فتکونا میگرده من الظالمین، نقصان کننده خود. ظالمین ظالم نمیگیم ستمگار، اینجا مانا چی میکنیم؟ نقصان خود کرده. دیگه صحنه را بر ما بیان میکنه. یا نعمت های الله است بالای ما. آدم علیه السلام بابای ماست، پدر اولی ماست. الله تبارک و تعالی چه احسانات بزرگی سرش کرده. احسانات الله سری پدر، احسانات بالای کیست؟ اولاد هم است. آدم علیه السلام خو غیر از او خلیفه در روی زمین مقرر کرده، خو لیکن در زمین آمدن تا که نعمت های جنت آدم نداشته باشه، تکلیف های دنیا را کشیدن هم گپ عادی نیست. آدم یک دفعه لذت جنت دیده باشه، بعد از اوی تکلیف های دنیا سرش چی میشه؟ عالی میگه که باید همین تکلیف ها را بکشم. از او خاطر بردن آدم علیه السلام در جنت قطع حوا علیه السلام یک زندگی مقدماتی است برای از اینکه در دنیا می آید. خو الله تبارک و تعالی در دنیا آمدن هم بی عامل در دنیا نآورد، یک عامل پیدا کرد. بعد از در کجا آمد؟ در دنیا آمد. آدم علیه السلام که در دنیا آمده بی عامل نیست، وگرنه الله اول در جنت ساکن ساخته شد. پس اول انتقادی که امروز یک تعداد میگه چرا ما را مسلمان یک تعداد کافر پیدا کرده، چرا این مشقت و تکلیف است، چرا دوزخ پیدا کرده؟ نه برادرم، اول تو را در جنت برده. خو لیکن الله محدودیت سرت گذاشته، تو محدودیت مراعات نکرده ای. درس برای ما میده. اولی هم در دنیا که هستی اگر محدودیت مراعات کردی، باز دمو جنت اولیت میری، باز میگردی. اگر این محدودیتی که الله تعیین کرده ای را عملی نکردی، سرنوشتش چیسته؟ اونجا خواهد جنت برآمد در دنیا، اینجا از دنیا میبری در دوزخ. ای را باید بدانی. این درس است بری تو، ای بری تو درس است. یک. دوم، آدم علیه السلام در جنت میره. در جنت الله تبارک و تعالی حدود برش میگذاره. در مورد خوراک و گشت و گذار بالکل آزادی میده. اما یک چیز من نمیکنه از یک درخت. برای ما درس میده که زندگی انسانی همیشه مطلقی دموکراسی نیست که از هر قسم قید و بند تو چی باشی؟ آزاد باشی. بلکه در یک بند باید بسته باشی. کدام بند بسته باشی؟ الله که ما را از کدام چیزای منع کرده در دنیا، کدام بند است؟ بندای است که اگر ما او را پاره کنیم، قطع کنیم، نقصان خودی ما میشه. نقصانی کی میشه؟ هر گناهی که مرتکب میشه انسان در دنیا، تاوانی کی را کرده؟ خدا کرده. در نظام الله کدام تغییری آورده تانسته؟ نه. بدانه دینمی آیت ها برای ما درس داد الله تبارک و تعالی که ای انسان، در دنیا مثل که قیدی در جنت برای بابایتان مانده بودم، اگر این قید مراعات میکرد و نمو کامیابی، اگر مراعات نکرد اون سرنوشتش در کجا رسید؟ تو انسان در دنیا مینوی تو قید داری. اگر قید مراعات میکنی کامیاب، اگر نمیکنی نقصان خودیت است، نقصانی مرا نمیکنی. امروز اگر کسی شرک میکنه کفر میکنه، قمار میزنه، شراب میخوره، سود میخوره، فحاشی و عیاشی میکنه، روزه را میخوره، نماز ترک میکنه، کل نقصان خودش است. در نظام الله تغییر نمیاد. الله با عبادات ما ضرورت و نیاز هم نداره. الله الصمد است، خلاص. و نه کدام تاوان نقصان در نظام الله میاد. هر چی که میکنی برای کی میکنی؟ لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. کل چیز برای خودت است.
آدم علیه السلام ساکن میشه در جنت. کدام جنت است؟ مفسرین دو نظر دارند. جمهور مفسرین قائل به است که مراد از جنت جنت معهودی که در قرآن یاد میشه که مقابل دوزخ قرار داره و در جهان دیگه قرار داره، اونو جنت مراد است. آدم علیه السلام در جنت رفته و بعد از او الله تبارک و تعالی را در زمین پایین کرده. دوم طایفه از مفسرین قائل به است که نه، مراد از این جنت امو جنتی که مقابل دوزخ است، در جهان دیگه سو جنت نیست. مراد از جنت یک باغ است در این دنیا، خود در یک مقام بلند در طرف مشرق است. هر کدام بری خود دلایل داره. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، ابو منصور ماتوریدی یکی از جمله علمای عقاید است، علامه آلوسی تفسیر صاحب روح المعانی، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه قائل به است که جنت چی بوده؟ دنیاست. یک تعداد از علمای جدید عصر ما و شما هم امی قول قوی میدانه و میگه که مراد از این جنت امو جنت نیست. اما اکثریت مفسرین خصوصا متقدمین قائل به است که جنت چی است؟ اونمو جنت است که در جهان دیگه قرار داره. این نزاع بر ما کدام نقصان وارد نمیکنه. اگر رو جنت بگیریم، این جنت بگیریم، بر ما درسا هست. آدم علیه السلام بابای ماست خطا شده. چی شده؟ ما خو خطا میشیم. درس عظیم که بر ما داده میشه که وقتی او خطا میشه ما هم خطا میشیم. خو خطا چطور جبیره میشه؟ خطا اگر خطا شدی و رای نعوذ بالله تکبر در پیش گرفتی که حالی من دیگه رجوع نمیکنم به سوی الله، اینجا است که تباه و برباد شدی. اگر خطا شدی یک دفعه، دو دفعه، 1000 دفعه، 1,000,000 دفعه، خود هر دفعه رجوع به کی کردی؟ در حدیث هم پیغمبر اسلام چی میگه؟